به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، امیدوارم سلامت سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. امروز در برنامه یکی از موضوعهای مهم و دردناک صحبت خواهیم داشت. پاشخوری عائله ها و پیشگیری آنها، عامل‌های پاشخوری عائله ها صحبت خواهیم داشت. مهمان برنامه ما استاد گرامی جمالدین خاموشی در برنامه حضور دارند. استاد گرامی خوش آمدید به این برنامه. در اول میخواستم که در موضوع اهمیت و مقام عائله از نگاه دینی مبین اسلام شرح میدادید. درست است. به نام خداوند که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. البته الله سبحانه و تعالی در عالم، یعنی در کره خاکی، همه مخلوقات رو که آفریده است جفت آفریده است و انسان را هم آفرید و تمام نیازهای فطری انسان را خداوند خوب میداند که برای او چی منفعت دارد و چی برد و چی باخت دارد. در مسئله عائله داری باشد، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن میفرماید استعیذ بالله و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. درست خوانده باشم اگر آیات را شما چون که حافظی قرآن هستید. البته الله سبحانه و تعالی ببینیم در این آیه مبارکه مودت یعنی دوستی و رحمت دلسوزی و این چنین آرامش را ذکر کرده است. یعنی آرامش انسان با عائله داری است و عائله در دین مبین اسلام بسیار ارزش والایی دارد و انسان وقتی که عائله دار می شود باید همیشه درباره عائله خود محبت و مودت و رحمت را داشته باشد و طبق این آیه کریمه زندگانی خود را دوام بدهد. در این آیت مخصوص لتسکنوا الیها آمده است. یعنی اهمیت این چی معنا دارد لتسکنوا الیها؟ بله، آرامش یعنی سکونت یعنی آرامش در خانه داشته باشد. آرامش مرد به زن است، آرامش زن به مرد. یعنی برای مرد جفت خود را آفرید، برای زن هم جفت از جنس خود آنها آفرید، چنانچه در آیه‌های دیگری قرآن این چیز آمده است. البته متاسفانه خیلی شما گفتید ویرانشوی عائله ها سبب می شود که این البته به فرهنگ ما یعنی این بیگانه است، چون که مردم ما مردمی هستند که وقتی عائله دار میشن فقط باید که یگانه اون چیزی که عائله آنها را از بین دور میکند این مرگ باشد. یعنی به یک امید خانه دار میشن، به یک امید عائله دار میشن و برای همین سعی و تلاش کنند که ویران شدن عائله فقط مصیبت یک خانواده نیست، بلکه مصیبت آن محله، مصیبت آن دهه، در مجموع مصیبت کشور است. ما ببینیم اگر سال 2015 که سال عائله بود خطا نکنم اگر 96,000 یعنی جوانان عائله دار شدند و از ثبت شهروندی گذشتند. متاسفانه در دوام یک سال 10% آنها ویران شدند. ببین که قریب 10,000 عائله ویران شدند، خانه ویران شدند. اگر اونها هر کدامش یک فرزندی داشته باشند اگر ببینیم که قریب 10,000 فرزند بی پدر یا از مادر خود دور میموند. البته وقتی که ویران میشوند جدا میشوند، خواه مرد باشه خواه زن، در آینده زندگی خود را مییابد. اما مشکلات در این است که اگر رفت و با کی ازدواج نکند آن زن یا با کی ازدواج نکند آن مرد، آن مهر و محبتی پدری و مادری خود را یافته نمیتواند. و دیگر اینکه اون فرزند یا آدم از احساسات خود را دارد، وقتی که از پدری خود دور میماند همراه مادر میماند، وقتی که او در کوچه یک فردی را میبیند که با فرزند خود صحبت میکند یا شوخی میکند یا بازی میکند، اون در خود یک نوع شکستگی را احساس میکند که کاش که پدری من همیشد مرا مهربانی میکرد یا مرا نوازش میکرد یا با من صحبت میکرد. بنابر همین انسان هایی که طبع سلیم دارند هیچ وقت به این کار راه نمیدهند و مادران هم باشد خواهران هم باشند در این مسئله باید که سعی و تلاش خود را داشته باشند، چون که
قبلا هم اشاره کرده بودیم، یعنی اویله‌دار شدن این هنر نیست بلکه اویله‌داری هنر است. یک جای بسیار تاسف است که ما اعمال اسلامی داریم، الحمدلله نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میکنیم، زکات میدیم، خیر احسان میکنیم، اما اخلاق اسلامی یعنی ضعف دارد. اخلاق اسلامی ما فرسوده است. ببینیم که نسبت فرزند به اهمیت هستیم، نسبت تربیت آنها به اهمیت هستیم، دروغ میگوییم، تهمت میکنیم، دیگر کارهایی که با اخلاق اسلامی ما سازگار نیست اون را انجام میدیم، اما عملهای اسلامی رو میکنیم. و از طرف دیگر اگر ما نگاه کنیم، زندگی اویلوی من فکر میکنم زندگی حقوقی نیست بلکه زندگی اخلاقی است. از نگاه شرعی اگر ما ببینیم که برنامه شرعی است، اگر ما از نگاه شرعی ببینیم اون مقام و منزلت و حق و حقوقی که شریعت برای زن داده است، اگر در زندگی او را فعال کند، یعنی از مرد پرسان شود، زندگی برای مرد بسیار دشوار میگردد. اما زندگی همون وقت روشن میشود، چون که زن رو همچنین در عرفیت هم چراغ خاندان میگویند. اگر به شرط در زندگی چراغ تیره شود، اگر زندگی جای خود رو نمی‌یابد. یعنی و دیگر اینکه خداوند به زن همیشه طبیعتی داده است، همیشه قوتی داده است، هنری داده است که میتواند که خانه را رنگ جنت کند، میتواند خانه را رنگ جهنم کند. از طرف دیگر اگر ما نگاه کنیم حتی غیر مسلمان ها هم، مثلا انقلابچی فرانسوس ناپلیون یک سخن بسیار تاریخی دارد، میگوید که اگر بخواهی که فرهنگ و تمدن یک ملت را بدانی، نظر بر خانمان آن ملت کن. خانان آن ملت چقدر فرهنگ و تمدن داشته باشند، اگر آن ملت به همون اندازه فرهنگ و تمدن دارد. برای همین وقتی که انسان اویله دار می شود، یگانه اون چیزی که اویله را مستحکم میکند این بخشش و گذشت است. اگر در اویله گذشت باشد، بخشش باشد، اویله استوار می شود. چون که خود و خود در همه خاندان کمبودی می شود، هرچند کوشش کنی، تلاش کنی، اگر خود کمبودی می شود. اما گذشت چیزی بهترین است. وقتی ما گذشت داشته باشیم، عفو داشته باشیم، اگر با زندگی مجرای خود رو میگیرد. یعنی فقط انسان بعد اولیه دار شدن فقط تنها باید خودش رو فکر نکند، بلکه فرزندانی که از او به دنیا آمدن اون رو فکر کند و اون نفری که 18 سال دختر تربیت کرده است به او تقدیم کرده است این رو باید فکر کند. چون که هر یک کس وقتی فرزند خود رو پشت بخت میکند، اون امید دارد، آرزو دارد که فرزند خود رو با چهره کشاد بیند، در آینده نبیره های خود رو ببیند. باید این فضا را انسان حفظ کند، کوشش کند، تلاش کند که ویران نشود، پراکنده نشود. استاد گرامی، در اویله زیادتر کدام شخصیت ها، کدام طرف زیاد آسیب پذیر است؟ بله، درست گفتید. البته موافق مشاهده ها هم و هم 2 سال پیش یک کتابی هم خوانده بودن، در اونجا در این مسئله قید شده بود که اصلا همون کیها ویران میشوند، کیها اویله ها پاش میخورند، همون های بیشتر قریب موافق همون کتابی خوانده من زیاده از 70% اویله هایی که پاش میخورند همون هایی است که بختشون رو خودشون مییابند. متاسفانه در دوام 1 سال جدا میشوند، چون که صمیمیت وجود ندارد. اون چیزی که اونها وعده هایی که میکنن فقط یک نوگی زبانی است. اگر صمیمی باشد انسان، اگر هیچ وقت اویله جدا نمیشه. حتی گذشتگان ما یک مسئله هم دارن که جوانمرد و تگ دار هم برند، اگر طلاق رو بر زبان نمیگیرد. یعنی انسان با یک مسئله عادی، با یک کاری نو چیز از همسر جدا شدن، از فرزند جدا شدن، این البته این فرهنگی ما نیست، فرهنگ دینی ما هم نیست و این فرهنگ مردمی تاجیک هم نیست. این فرهنگ بیگانگان است، چون که مردم ما گذشت دارد، عفو دارد، کوشش میکند که فرزندش هیچ وقت پیشی نفر دیگری نشود، هیچ وقت رنجی به پدری رو نکشد. چون که وقتی فرزند از پدر یا مادر جدا می شود، در چارسوی زندگی همچون یک مسافر، همچون یک غریب به کمال می رسد. اما نارسایی در ذهن او همیشه هست، همیشه او اذیتی طرف پدری یا مادری خود رو میکشد. در حقیقت خطر در اونجا است که احتمال زیاد دارد که از اخلاق و تربیه خوب و حمیده دور بماند. بله. پس شیخ الاسلام میگوید که یتیم اون نیست که پدرش و مادرش فوت شده باشد. درست.
یتیم حقیقی آن انسانی است که از تربیه و اخلاق حمیده دور مانده است. بله درست است. البته درست میگید. الله سبحانه و تعالی هم در قرآن عظیم شان میفرماید که استعذ بالله و عاشرهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یعنی شما یک زندگی شایسته یا زندگی با مناسب داشته باشید. بسیار چیزایی هست که شما بعد میبینید اما در اون خیری بسیار خداوند نهاده است. برای همین وقتی که انسان اگر صبر داشته باشد، البته صبر تلخ است اما میوه شیرین دارد. وقتی که در زندگی از یک طرف نارسایی می شود، گذشت کنن، عفو کنن، صبر کنن، هرچند که مشکل هم باشد آینده خرسند می شود. وقتی انسان صبر کرد، صبر هرچی قبلا هم اشاره کردیم، یعنی تلخ هم باشد اگر میوه شیرین دارد. در روایت آمده است که شیطان کرسیش رو، یعنی کرسیش رو بالای بحر میگذارد و تمام فرزندان و شاگردانش پیش او میآیند و از عمل کرده خود و از نتیجه های کرده خود یعنی چه حسابات میدهند. و یکی میگوید که من یک انسانی رو وسواس کردم، یعنی او رو به دزدی راهنمایی کردم و او دزدی کرد و دیگر عملهای زشت رو میگویند. اما یکی از فرزندانش خود شرم می‌دارد که من این عمل رو بگویم یا نگویم، اون رو خرد میشمارد. وقتی پیش شیطان کلان میاد و میگوید که من امروز یک اویله رو پراکنده کردم، امروز یک مرد زنش رو طلاق داد، دو خانواده از هم جدا شدند، نفرت بین این دو خانواده زیاد شد، جدایی افکند. پس میگوید که شیطان کلان بالای همون شاگرد و فرزندش تاج میگذارد و در جای خود میشناند که تو بهترین کار رو کردی. آغوش میگیرد. بله، او را با آغوش میگیرد و اکرام میکند که تو بهترین کار رو کردی. پس تفریق اندازی و جدایی این کاری و هدف شیطان است. پس باید تمام مخصوصا جوانان باید احتیاط باشند و زندگیشان را با مصلحت، با غمخواری، با محبت و شیرین بگذرانند. البته در حدیث دیگر هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که مبغوض‌ترین حلال ها به سوی خداوند این طلاق است. یعنی طلاق چیزی نیست که به یک کار اندکی صورت بگیرد، چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره نساء مرحله ها رو معین کرده است. باید از طرف مرد، از طرف زن، یعنی اولادو جمع شوند، اویله رو سازش بدهند تا اینکه آنها پراکنده نشوند، ویران نشوند، پاش نخورند. یعنی دین مبین اسلام دین جمع کننده اویله ها است و همه وقت این رو تحسین میکنه و این رو قدر میکنه. یعنی اویله هایی که نیت، حتی اگر با این نیت اگر به شرط ازدواج کردند، حتی سبب گناهگاری آنها میگردد اگر نیتی زندگی دائمی نداشته باشد. اگر از همین لحاظ پیش از اون که پسر رو پس بخت میفرستیم یا اینکه دختر رو پس بخت میفرستن، باید که خانواده ها یعنی چی اویله دختر چی اویله پسر فرزندهای خود رو تیار کنند، آماده کنند، نصیحت کنند و دخالتی نفرای دیگر هم نباشد و خودی همین کلین یا خودی همون دامون نصیحت های کلام رو باید با غرض قبول نکنند، چون که اونها تجربه زندگی رو دارن. هیچ وقت نمیخوان که فرزندانی اونها در یک حالت ناگوار قرار بگیرن. برای هم اگر نصیحت کلام ها رو بگیرن، اگر زندگی نه، از خدا امید است که زندگی اونها زندگی شایسته و زندگی مناسب و زندگی خوب میشود. استاد گرامی، آیا دعا یا عامل هایی هست که انسان را از بدبختی و پراکندگی در اویله نگاه بدارد؟ البته پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره تاکید کردند دعا مغز عبادت است و انسان هر مشکلاتی که میکند، هر مشکلاتی که در اوله میآید، اگر بالای سجاده سر به زمین میماند و دست به دعا میبرداره و سیقا دعا میکند، امید است که خداوند کفهای او را خالی بر نمیگرداند. در حدیث صحیح از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که زن 5 وقت نمازش را بخواند و روزه ماه مبارک رمضان را روزه بدارد و از شوهرش اطاعت کند، از شوهرش اطاعت کند، برای او قدردانی شوهر کند، او را راضی بگرداند و دعای نیک شوهرش را بگیرد، پس برای او 8 در جنت گشاده می شود. از هر دری که می خواهد می تواند داخل جنت شود. ما می دانیم که برای روزداران تنها یک در ریان گشاده می شود، اما برای زنی که
صالحه است، پاک دامن است و خانه و خانواده‌اش را مستحکم می‌گیرد، پس برای او 8 در جنت باز است. خواهری عزیزم، پس زندگیت را خوب نگاه بدار، شوهرت را اطاعت کن، چون خداوند جل و علا بعد از فرمان برداری خیش تو را امر کرده است که شوهرت را اطاعت نمایی. میخواستم که یک نصیحتی داشته باشید برای جوانان. البته هر یک فردی قدم به اویله‌داری میموند، خواه نخواه فضای خانه های کلین یا فضای خانه داماد خواه نخواه فرق میکند. برای همین صبر میخواهد، تحمل میخواهد، گذشت میخواهد و کلانسالا هر نصیحتی که برای آنها میکند نصیحت آنها رو با غرض قبول نکنند، از نصیحت های آنها استفاده کنند، چون که آنها در زندگی تجربه زیاد دارند و هیچگاه در زندگی پیشبو نمیخورند و هیچگاه سرخم نمیشوند. سپاسگزارم برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه اشتراک کردید. بینندگان عزیز، در پناه رحمت پروردگار جل و علا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.